درودی دوباره به همه باشندگان عزیز، به همه دوستانی که داخل لایف هستن، به بچهای فدرالیست عزیز، به بچهای جمهوری خواه عزیز، به بچهای پادشاهی خواه، به هر تفکر و بینش و باوری که داخل لایف هستیم درود میفرستم به یکایکتون. و این لایو فراجناحی هستش، همه عزیزان از هر باور و قومیتی هستن میتونن بیان سخن بگن. من صمد عزیز رو بیارم بالا و یک دوست دیگرم بعد صمد، بعد بریم به مسئله معرفی تریبون سیمای براندازان میخوایم بپردازیم. با اکبر عزیز دوست داشتنی، اکبر رضایی کوشا رو بیارم بالا و ایشون راجع به این تریبون بیشتر توضیح بده. بعدم تو جریان هستم ولی ایشون خودش رو میارم بالا. و پیج سیمای آزادی رو هم دوستان لطفاً حتما حمایت بکنید. مطمئن باشید این تریبون به شخص خاصی بر نمیگرده. تمام دوستان آدمین ها و همه کسانی که پشت این مجموعه سیمای براندازان هستن، هدفشون از تولید این تریبون، از ساختار این تریبون این هستش که بتونن تریبونی آزاد رو برای براندازان، برای مبارزان به وجود بیارن، نه مثل رسانه هایی که متاسفانه خبری هستن و یک خط در میون در راستای مردم قدم برمی‌دارن. هدف از ساخت تریبون آزاد کلا همین هستش. حالا من بعد صمد عزیز با خود جناب اکبر رضایی هم گفتمان خواهیم کرد راجع به این موضوع. من صمد عزیز رو ببینم بیارمش بالا. شما هم لطف بکنید لایو خودتون رو شیر بکنید. لایو نمیره برای دوستان، تحت ریپورت شدید هست. حالا از هفته‌های آینده حتما برنامه‌ها رو توی سیمای آزادی سیمای براندازان دنبال می‌کنیم و اونجا برنامه‌های میهن پرستانه رو پی می‌گیریم و از همه عزیزانم اونجا استفاده می‌کنیم. درودی دوباره. من پوزش می‌خوام، تایم لایو نبود و تایم لایو تموم شد. در خدمت شما، ادامه فرمایشاتون رو بفرمایید. هیچ مشکلی نیست. من خواستم فقط بگم، چون واقعا میگم دیگه آدم باید یه چیزی که در موردش میتونه کاری بکنه یا میتونه حرفی بزنه، یعنی در اون هیته و در اون خط باید راه بره و حداقل حرف بزنه. ما نه، یعنی حالا ما که میگم ما دوتا داریم حرف میزنیم، بقیه دوستان دارن گوش میکنن. حالا بله، ما به نمایندگی از بچه‌های براندازان من یه آدمی هستم که هیچ وقت درس سیاست نخوندم، یعنی نمیتونم توضیح سیاسی در مورد بعضی چیزهای تاریخی یا اتفاقهای تاریخی یا چیزهایی که مثلا واقعا درک بالایی از سیاست میخواد یا چیزهایی که واقعا باید در اتفاقا صمد جان هدف ساخت این تریبون اینه که دلی صحبت بکنیم، آمیانه صحبت بکنیم، حتی دل مردم صحبت بکنیم. ما آدم‌های کوچیک، من خودم رو عرض می‌کنم، ما آدم‌های کوچیک بتونیم حرف بزنیم، چون تریبون برای احزاب سیاسی و افراد سیاسی زیاد هست و موجود هستش. دقیقا من میخوام بحث رو بیارم جایی که بگم تاریخ کشورمون نگاه کنید. بزرگترین قیام‌ها، بزرگترین انقلاب‌ها به دست کسانی شده که اصلا سواد سیاسی آنچنانی تو تاریخ نداشتن. ببینید کاوه مثلا سواد داشته، ببینید مثلا خراسانیان قیامشون که به سردستشون چیز مسلم خراسانی بود سواد داشته. ببینید بیاد عصر خودمون نزدیک بشیم به عصر خودمون که یک کمی بیشتر در موردش میدونیم. مثلا ستارخان سواد داشته، باقرخان سواد داشته. بیاد مثلا ببینیم رضا شاه بزرگ پدر ایران نوین. بله مثلا اینا. من الان دارم نزدیک میشم، میخوام برسم به رضا شاه کبیر. آقا رضا شاه کبیر سواد داشته ولی ببینید چی کارها با ایران کردن. ولی من میخوام اینو بگم، ما هم جزو اون ایرانی‌ها هستیم. ما هم از اون دست ایرانیایی هستیم که درست سواد سیاسی نداریم، دانشگاه رفتیم ولی سیاست نخوندیم، ولی مثلا آدمای سیاسی معروفی تو دنیا نیستیم. ولی خب ما ایرانی هستیم، ما هم میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی همه این چیزها از آدم‌های کوچیک شروع شده. در ژن ما اصلا وجود داره صمد جان، در خون ما، در ژن ما، در رگ و ریشه ما وجود داره این. دقیقاً میخوام به این برسم، بگم در دل همین آدم‌های کوچیک یک چیز بوده و اون چیز
وطن پرستی بوده، میهن پرستی بوده و یک چیز، یعنی فقط این که بلند شدن به خاطر مملکتشون، بلند شدن به خاطر ایرانمون، بلند شدن به خاطر ملت ایران. من میخوام اینو بگم ما هم میتونیم، ولی خب نه این که بگیم الان مثل اون موقع نیست که بشه یه آدم مثلا 200 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر از یه طرف بلند شه، 2000 نفر ولی الان هم میشه با همین فضاهای مجازی، با همین تریبون ها میشه، الان هم میشه. الان یه راهکار دیگه داره، اون موقع یه راهکار دیگه داشت. میخوام بگم که من که اومدم شما لطف کردی من آوردی، من اطلاعاتی آنچنانی ندارم که برای در اختیار دوستانی که واقعا میان تو لایو وای میسن، گوش میدن، پیشنهاد میدن به ما، به قول یارو با حرفاشون کمک میکنن، به حرف اشتباهاتمون رو میگن. ولی من به شخصه منی که دارم تو این راه قدم برمیدارم و تصمیم گرفتم از روزی که پا تو این راه گذاشتم، نه اینکه امروز این کارو میکنم، در فردای براندازی ایران این آخوندها، حکومتی که اومد، همون روزم اگه ببینم یه چیزی برخلاف معیارهای یک کشورم هست، ملت ایران هست، همین کار همون روزم انجام خواهم داد. نه اینکه بگم فقط الان دیگه آخوندا بیرن فردا هر کی میخواد بیاد دیگه پدر ما رو بدتر از آخوند. نه، همچین چیزی وجود نداره. ما همیشه ببین، من الان جای زندگی میکنم 4-5 سال یه جا زندگی میکنم که واقعا اینها چه خواسته چه ناخواسته دخیلن در سیاست کشورشون، یعنی میدونن یه چیزایی از سیاست کشورشون. میگن آقا ما باید بدونیم مثلا فلان جا فلان چیز، فلان کشورمون با فلان کشور چه قراردادی رو بعد. آقا میگم آقا تو مثلا 15-16 ساله یا مثلا 20-30 ساله، آخه مثلا چرا باید؟ میگه نه ما باید بدونیم. خب این چیزیه که این دخیل شدن یک اجتماع، سمد جان، این دخیل شدن یک اجتماع به سرنوشت خودشون هستش. این که ما سیاسی نیستیم، این واژه فوق‌العاده اشتباهیه. فرد به فرد هر کشور باید توی سیاست دخیل باشه، چون اون سیاست هستش که زندگی شهروندی و زندگی اجتماعی فرد رو در اجتماع شکل میده. پس ما هماویخته هستیم با سیاست، نمیتونیم مثلا، این ناگزیر، راه فراری نیست، باید بپذیریمش و باید شعور اجتماعی و اون درک اجتماعیمون رو بالا نگه داریم، بالا بیاریم که نه تو این دوران که از این آخوندها گذر بکنیم، حتی توی دوران پساگذار باید ما این سیاست رو بدونیم که انتخاب درستری برای آینده سرزمینمون داشته باشیم، نه مثل 57 یک انتخاب کورکورانه بین این آری یا نه، یعنی یک انتخاب دادن آری یا نه. قرار نیست آینده ایران 57 انتخاب مردم ایران نبود، 57 انتخاب گلوبالیست اصلا یه انتخاب دیکتاتوری دادن آری یا نه. درود به شرف دقیقاً همینه. حالا من میخوام از شما سمد عزیز گرامی، هموطن ترک و آذری من جفتشو میگم که دو طرف فرق نکنه، ترک و آذری من ایرانی هستم، عاشق آذربایجان، درود به شرف، وطنم آذربایجانه، دیار مادریم آذربایجانه. اینو هیچ وقت نمیتونم کتمان کنم یا مخفیش کنم، ولی من ایرانیم. ما ایرانی هستیم، ما خاکمون، مادر ما ایرانه، یعنی ما هر زبونی هم که حرف بزنیم ایرانی هستیم. ما باید از کشورمون اول دفاع کنیم که یارو بلند نشه بیاد پشت تریبون برگرده بگه که ها فلان چیز فلان خواهد شد و شما رو از ما عرص رو از ما سوا کردن و فلان رو نمیگه که از ما چی سوا شده. تو گذاشتی سیاستمدار، رئیس جمهور، برو تاریخ بخون. تاریخ رو خوندن سمت خان، تاریخ رو خوندن، تاریخ رو میدونن. ضعف حاکمیت بی‌لیاقتی که تو سرزمین ما هست و استفاده ابزاری که از نفراتش توی ترکیه میکنه به اردوغانی اجازه رو داد. شما نگاه کن به اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی که واکنش به حرف اردوغان نشون داد، اومد تیم سایبری و مثلا سربازان گمنام امام زمان که مشت خلافکار ترکیه بودن رو لو داد و برنامه‌هاشون رو گفت و دستگیر کرد. این زهر چشم این بود که اردوغان از جمهوری اسلامی گرفت که ما حواسمون هست داریم چی کار میکنی، اگه ما سکوت کردیم تو هم سکوت کن. یعنی این نظام برای حفظ
قدرت و رذالت خودش حاضره که ما مردم رو قربانی بکنه، فدا بکنه، که تو طول این 41 ساله کم از این دست موضوعات ندیدیم متاسفانه. اینا اصلا آقا فرهاد، اینا تو این 41 سال نشون دادن که ما ملت ایران ارزشی برای اینا نداریم. حالا من نمیخوام بحث رو باز کنم میریم طرف یه چیزای دیگه، ولی اینا به ملت ایران به چشم دیگه ای نگاه میکنن. چرا هموطنای ما نمیخوان اینو قبول کنن که اینا به ما به چشم ایرانیانی که حق داریم تو این خاک، مال ماست تو این خاک، همه چیز اون خاک برای ایران ماست، برای ایرانیان است، اینا اصلا این فکر رو نمیکنن. اصلا اجداد این آقا کیه؟ اجداد این آقا همون کسانی هستند که هموطنای آذری ما رو به خاک و خون کشیدن. بله. چقدر ایرانی رو کشتن. تو آذربایجان ما از بابک خرمدین حرف بزنی میگن بابک این بوده اون بوده. بابک مرد بزرگی بوده. یعنی اگه من واقعا تو توییتر بچه‌ها خیلی لطف دارن به من واقعا لطف دارن بچهای ایران، من دستشون رو میبوسم. من هموطنام، عاشق هموطنامم، برام فرق نمیکنه هر زبانی حرف بزنم، من عاشق هموطنامم. میخوام اینو بگم هموطنای آذری، همشهریای من، وقتی از بابک حرف میزنین فخر میفروشین، بابک رو کی کشت؟ بابک رو کی تیکه تیکه کرد؟ چرا نمیرین دنبال این؟ چرا نمیرین دنبال این ببینید و بخونید که بابک خرمدین که ترک بود برای چی کشته شد؟ یک، کی دست و پاش قطع کرد؟ دو، برای چی دستشو کرد تو خون زد تو صورتش که هیچ وقت تو تاریخ نتونن بگن بابک خرمدین ترسید؟ چرا دنبال اینا نمیرین که بخونین؟ ولی خب بابک فقط اسمشو میگین، از بابک اسمشو میدونین، ولی خب از تاریخ چیزی نمیدونیم. ما باید بریم بخونیم واقعا بابک اصلا بریم نزدیکتر، ستارخان، بریم نزدیکتر. همین حالا چیزایی که به قول یار اینا معاصرن و اینا به قول شما نزدیکترن، میتونیم خیلی نزدیکتر نگاه کنیم. ستارخان مشروطه ما رو کی اینجوری کرد؟ مشروطه این همین آخوندا بودن، همین آخوندا چه ایدئولوژی داشتن، همین الان هر چی فکر میکنن همون موقع همین فکر رو داشتن. یعنی اینا از 1400 سال پیش از با همین فکر اومدن تا 1000 سال. بله، با مغزهای گندیده و زنگ زده اومدن که ما رو نگه دارن. یعنی اینا نشون دادن دقیقاً اینا نشون دادن که اصلا ملت ایران، کشور ایران برای اینا اهمیت وجودی نداره. اینجا یه غارتکده است، یه روستا، یه شهر یا هر چی اسمشو بذاری، اینجا اموال ماست. همون جوری که اگه به تاریخ رو نگاه کنی، حالا باز نمیخوام موضوع بره یه جای دیگه، اینا غنایمیه که اسلام به ما داده، این کشورم که همه چی داره. یعنی اینجوری نگاه میکنم به ما، به من ایرانی، به کشور من با کسی دیگه کار ندارم، من خودم. این داره به من اینجوری نگاه میکنه، آقا این حق نداره به من و به کشور من اینجوری نگاه کنه. ما اگه به این درک برسیم که اینها حق ندارن به ما به این چشم نگاه کنن، اینا حق ندارن پول کشور منو، پول ملت ایرانو ببرن حالا هر جا اسم نمیخوام بیارم، فلان جا فلان کارو بکنن، آقا اینا حق ندارن به سوریه ببرن، لبنان ببرن. ما اگه به این چیزا برسیم و به خودمون بقبولیم که آقا اینا حق ماست، نه حق سوریه، نه حق عراق، نه حق نمیدونم حالا هر جای دیگه ای، اون موقع ما یواش یواش میتونیم برای آزادی کشورمون فکر کنیم. ولی واقعا هستن همون قشر خاموشی که تو بستر این کشور اصلا حرف نمیزنن. حرفم که میزنید، من سیاسی نیستم آقا، من دنبال یه لقمه نون حلالم. آقا دنبال یه لقمه نون حلال باش، ولی باید بدونی چه بلایی داره سرت میاد، چون فردا بچه‌ت تو این کشور بزرگ میشه، بچه تو همین کشور میخواد دانشگاه بره، کلاس بره، مدرسه بره، و تو چجوری میتونی بگی من سیاسی نیستم؟ یعنی نمیخوام بحث رو زیاد کنم، یعنی بیشتر نمیخوام حرف بزنم که شما هم بتونید به قول گفتن یه چیزایی از حرفای من یا انتقاد یا هر اشتباهی که گفتم عزیز دلم، من سوالم از شما این بود صمد خان، که شما به عنوان یک هموطن آذری و ترکمن، یک ایرانی مال اون خطه شیرخیز ایران که همه جای ایران به نظر من خطه قهرمان پرور و شیرپرور این سرزمین هستش، میخوام این رو بگم به عنوان یک آذری نگاه تجزیه از کجا به وجود اومد؟ اون چیزی که برداشت خودته توی هموطنان.
نگاه تجزیه از کجا به وجود اومد؟ یک. و دو، که آیا این عموم آذربایجان رو در نظر میگیره یا یک گروهکی رو در نظر میگیره؟ این رو به عنوان یک آذری لطفا برای من شما تشریحش بکن که آیا عموم آذربایجان خواستار جدایی از ایرانه یا گروهک هایی که به توسط استبدادهای دورمون دندون طمع تیز کردن برای سرزمین حاصلخیز آذربایجان کشور ما. ببینید فرهاد عزیز، این یه بحث خیلی بزرگیه، ولی خب اون چیزی که نظر منه بود، بالاخره من تو اون منطقه 30 سال زندگی کردم، من بچه همون منطقم، یعنی زاده همون منطقم، بالاخره بینشون بزرگ شدم، همشون به قول یارو گفتنی همزبانای من، همشهریای من، چه همستانیای من یا اون یکی استانه، بالاخره بینشون بزرگ شدم. ولی این سوال خیلی بزرگه، در حد من نیست که من بتونم کنکاشش کنم، ولی نظرتون رو پرسیدم. اولا اگه آذربایجان حساب کنی، حالا نمیخوام کلمات یعنی من ملت، فقط ملت ایران رو میدونم، من نمیتونم بگم که ملت آذربایجان. ایران، ما ایرانی هستیم، ملت یه دونه است، ایرانه. ما زبانامون فرق داره، یکی فارسی زبونه، یکی ترکی زبونه، یکی لکیه، یکی عرب تو خوزستانه، ولی ما ملت یه دونه داریم، ملت ایران، تموم شد رفت. ولی خب چون تو حرف میزنیم آذری زبان ها، همون آذربایجانی که شما میگین، بعضی ها چون بالاخره این تو همه جای دنیا هست، تو بعضی کشورهای دنیا، نه همه جای دنیا، مثلا تو اون یکی اقلیت های مثلا چیزم نگاه کنی هستن، بستگی به اون نگرش سیاسیشون هستا، اینا رو مثلا کشورهای مثل ترکیه یا آذربایجان تقویت میکنن و اینا چون داخل همین کشور زندگی میکنن، میان از چی استفاده میکنن؟ میگن مثلا از منابعی استفاده میکنن که بگن آذربایجان میتونه یک کشوری باشه برای خودش در آینده که خودشو سرپا نگه داره، خودش ثروتمند باشه، خودش ملتشو نگه داره، خودش یک کشور جدا از ایران و حتی قدرتمندتر در سالهای آینده باشه. اینا میان اینا رو تزریق میکنن به داخل جامعه. من با بعضیاشون کم و بیش حرفایی داشتم، اینا ذهنیت‌های ناسیونالیستی که مثل شما و من داریم، ملیگرا، میهنگرا، ما تعصب داریم به نام ایران، نه، اینا میگن نه، اگه که اینجوریه خب آذربایجان چرا مثلا فلان معادن آذربایجان میان میچاپن میبرن؟ خب من میگم اوکی، اونجا رو میچاپن میبرن، خب اگه بریم خوزستان که بدتر اونجا هم یه جوری دیگه میچاپن میبرن. مسجد سلیمان معدن نفت ایرانه ولی رو خرابه ها دارن زندگی میکنن. میگم اگه ما به اینجوری فکر کنیم که ایران باید تیکه پاره کنیم، سیستان بلوچستان هم از اون ور میگه خب دیگه منم باید از این برم، مازندران رو میگه منم برم دیگه، خب دیگه ایرانی نمون که. ما نباید اینجوری فکر کنیم. ولی من به شخصه به عنوان یک آذری زبان اینو میگم، من 90% ملت آذربایجان رو با ایران میدونم. من تو دل اونا زندگی کردم. آذربایجان یا عاشق ایرانم، خودشونم ایرانی میدونم، ولی هستن ببین این آخوندا واقعا خیلی، اصلا من نمیدونم، حرفای بد نمیتونم استفاده کنم، ولی واقعا اینا کارایی میکنن، مزدورای پول بگیری دارن. مثلا تو این جریان قره‌داغ اومدن مثلا تو تبریز اینا راهپیمایی که اینا فکر میکنی الکی خودشون میتونستن بیان بیرون؟ نه داداش من، اینا رو آخوندا آوردن بیرون. اصلا امام جمعه بیانیه داد، یکی از امام‌های جمعه بیانیه داد. امام جمعه اردبیل، رهبری که مثلا اسم خودش رو رهبر گذاشته، حالا من رهبر نمیدونم ولی خب دیگه باید اسم ببریم که بدونم ما در مورد آقا تو اگه منتخب اون رهبری، این کشوری که تو داخلیشی یه پرچم داره، تو دست پرچم آذربایجان تو دستت چیکار میکنه تو خاک ایران؟ یعنی با اینو میخوام بگم بعد پشت نام فدرال هم قایم میشن این افراد. متاسفانه یعنی اون وجهه فدرالیست های واقعی رو هم زیر سوال میبرن. اکثرا در مورد همین فدرالی حرف میزنن. شما و بانو حرفای خوبی زدی، من قشنگ گوش میکردم. اکثریتا اونایی که دنبال تجزیه طلبی ان دنبال این فدرالی هستن.
آقا فدرالی بشه چی میشه مثلا؟ آقا فدرالی بشه که خوب میشه، ما پرچم داریم آقا شما چرا خودتون رو میرین میچسبونین به یک کشوری که چوس ملنگان سال خدمت داره؟ آذربایجان چند سال پیش به وجود اومده؟ آقا آذربایجان مال ایران بوده، الانش هم مال ایرانه. به فقط توسط شوروی دولت ساده شد. ایران بی ارزه است، فقط دولت ایران بی ارزه است. اصلا تو همین قضیه قره‌داغ صمد خان، اگر ما یک حاکمیت درست داشتیم به داد قره‌داغ میرسید و میگفت بابا دعوا سر چی میکنید؟ دعوا سر مال من میکنید، این مال ایرانه، مال کشور ما، حاکمیتش مال ما، شما دو تا کشور دارید سرش دعوا میکنید، باشه برگردیم به عهدنامه ترکمنچای، خود دو تا کشور مال منید. بله یعنی سیستم ما اگه سیستم درستی بود مدیریت میکرد، نه اون 10 کیلومتر مرزی هم که داشتیم از بین بره. یعنی سیاست کثیفی که روسیه و ترکیه و آذربایجان همگانی به اتاق فکر روسیه به نظر من پشتیبانی کردن، یه چیز اینجا میخوام بگم، این حرف نظر شخصی منه، شاید گنده تر از دهن من باشه ولی این حرف نظر شخصی منه. رئیس جمهور حالا چیز آذربایجان به نظر خودش تو این بازی برد، ولی من به نظرم آذربایجان تو این بازی خیلی بد باخت. کاملا هم به موافقم. روس‌ها باخت هم به ترک‌ها باخت. چجوری باخت؟ احسنت. به روس‌ها تو اون روزی که اومدن عهدنامه چیز صلح رو امضا کردن، روس‌ها دلنگی کردن 5 سال اون مرز و دست خودشون به اونا امضا داده. بعد 5 سال حالا نگاه کن، اینا میگن ما قره‌داغ گرفتیم. قره‌داغ کجوری گرفتیم؟ نگرفتیم. شما 5 سال دادین قره‌داغ دست روس، بعد 5 سال یک روز شد، روس خود به خود اون قرارداد اگه ببینه تنش هست باز تمدید خواهد، یعنی اونجا رو احسنت، یعنی عملا رفت دست روسیه. من یعنی اینو میخوندم عجیب، اصلا یه جوری شده بود، اصلا من نمیدونم. بعد اومده جلوی تلویزیون میگه که ما فلان کرد. آقا شما تو دادی بچهای مردم به مرگ، بعد از این ورم اومدی این ارمنیای بدبخت به بمب و توپ و تانک بستی. بعد کی صاحب قرارداد شد؟ روس اومد تانگاشو نیروهاشو تو مرز قره‌داغ و ارمنستان نشان پیاده کرد، گفت این منطقه تا 5 سال دست منه. یعنی چیزی که تو ذهن روس بود از قدیم و ایام جدا کردن آذربایجان رو الان من میتونم بگم مقدماتش رو گذاشت، ولی کور خونده. این نسل ایران، این نسل آماده و جانفدای ایران به نظر من مناطق رفته رو هم برمیگردونه، چه برسه که مناطقی رو بخواد از دست بده. نه من جدی میگم، یعنی واقعا اگه هموطنای ما، همزبانای ما، ایرانی‌ها واقعا به این فکر کنن که بابا این ایران با همین یک پارچگیش، با یک سیستم سکولار دموکرات، یک سیستم، من نمیخوام اسم سیستم بیارم که بگم آقا این طرز تفکر خودشه میخوادم، نه، ولی سیستم مثلا مال آینده است، ما دنبال سیستم دموکراتیم، ولی هر چی مردم انتخاب ولی یک سیستم مردمی که به انتخاب مردم باشه، در آینده این ایران میتونه با تمامی مناطق خودش یک پارچه، حالا نمیتونم اسم بذارم روش، ایران میتونه یک پارچه یک کشور قدرتمندی باشه و به حد کافی هم برای تمامی نمیدونم زبانهای مختلفش هم میتونه درآمدزایی کنه، هم میتونه جا داشته باشه. ایران برای همه ما جا داره. شاهزاده خوب حرفی گفت. اصلا ما نباید اصلا در مورد اصلا واقعا اگه ایرانیا به این فکر کنن که چرا باید ما راضی باشیم تا حتی یک وجب از کشور ما تو این دنیایی که دنیا رو ناسیونالیست داره کار میکنه. ببین من کشوری زندگی میکنم، میگم مثلا فلان جا مثلا فلان زبان حرف میزنه، شما مثلا دوست نداره، میگه چرا حرف بزنه، کشور ماست، ما یه زبون دیگه حرف میزنیم، اونها یه زبون دیگه حرف میزنن، مشکل نداره، ولی ما هم کشور. ببین انقدر رو ولی وقتی به ما میرسه میگه نگاه کن فاشیستن. بابا فاشیست چیه؟ من دارم از کشورم حرف میزنم. مگه عیبه که من از کشورم حمایت کنم؟ مگه عیبه که من میهم پرد؟ مگه عیبه که دم از کشوری بزنم که توش متولد شدم، زاده شدم، بزرگ شدم، نون خوردم؟ بالاخره باید حرف بزنم ازش. به ما میرسه انگ میزنن، به خودشون میرسه، به ما میرسه میشه فاشیستی.
میشه آره. نژاد پرستی، به اونها میرسه میشه میهن پرستی، مرز پرستی. دقیقاً. من نمیدونم اگه یکی به تاریخ خودش افتخار کنه، اگه یکی به خاک بله. خودش افتخار کنه، یکی به سرزمین خودش، به کشور خودش افتخار بکنه، کجای دنیا اسم این رو میذارن فاشیستی یا نژاد پرستی؟ نه هیچ جای آقا جان دنیا این نباید توی دنیا بذارن. منطقیه و همه همین کارو میکنن. شما توی کشورهای دموکرات نگاه بکنید چقدر به خاکشون، چقدر به پرچمشون، چقدر به عقایدشون، به رسوماتشون اهمیت میدن. این افتخار هر کشوریه که به مردمش به اون کشور افتخار بکنه. حالا ماها مورد خطاب قرار میگیریم، فاشیست فارس. خب من اصلا فارس نیستم، به من میگن فاشیست فارس. شما آذری میای صحبت میکنید فاشیست نمیدونم فلان. همه اینها کار آخونداست. من یک چیز خیلی چی میگن زیاد در مورد این سوال اولتون خواستم یک زمینه چیزی بیارم که مثلا بتونم آخر یه جواب بدم، ولی طولانی شد. فقط میتونم اینو بگم من تو پستایی میذارم تو توییتر، اینستاگرام، فیسبوکم، ترکی هم بعضی فیلم هم هست. من میبینم همشهریای من، همزبونای من میان ابراز احساسات، ابراز لطف علاقه میکنن، به من محبت دارن. این نشون میده که اونا هم علاقه دارن به ایران. اونا دوست ندارن. وحید خان بهمن چند روز پیش توی این اینستاگرام لایو داشت. استاد وحید بهمن از هموطنای خوب و آذری زبانمون، 1000 نفر آدم اونجا بودن، کلی از بچهای آذری اونجا بودن، همه تایید بود. و خودمون همینطور هزاران دوست داریم، فامیل داریم، اقوام داریم توی اون مناطق. توی همین قضیه که شما فرمودید که حکومت پشتش بود شلوغ شد، من با بچهای تبریز تماس گرفتم که آقا جریان چیه؟ گفت ولشون کن فراد، هیچ کی محلشون نمیذاره، 70 80 نفرن خودشون دارن دقیقاً با من یکی دو تا تا از دوستان تو اون جریانات از همون جایی با من حرف می‌زدن، همون جایی که اونا داد و بیداد می‌کردن، دقیقاً تلفنی از اینترنت با من حرف می‌زدن. بابا گفتم اینا پول گرفته بودن، مزدورای آخوند بودن، قشنگ 4-5 نفر از اون بچه‌هایی که یه کمی ما ترکا میگیم دل دولو، یعنی یه کمی سراشون اون یه چیزی میگن، نمیدونم فارسیش هم چی میشه، باد داره کلهشون. آره باد بوده تو کلهشون. بعدم حالا هستن دیگه، همه جا برید سر یه کوچه‌ای بری بالاخره اونجا دو تا لاک. آره درسته. بالاخره یه همچین چیزایی آورده بیدن داد و بیداد کنن. یعنی در کل بگم که آذربایجان میگن سر ایرانه. شما گفتی آذربایجان شیر. ببین من میگن نقشه ایران گربه است، من میگم نقشه ایران یه شیره ولی خفته است. ایرانیا واقعا اگه بخوان این چیز رو دارن که هر تو تاریخ یالمون رو بعد برگردونیم. اون یال ما اگه برگرده میشیم شیر بیدار. آره یعنی واقعا اینو میگم اینو حرف من نیست، این تاریخ ثابت کرده. ایرانیا تو تاریخ نشون دادن. منم هم نیستم، هم نمیزنیم، تعریف از خودم داریم نمیکنیم، تاریخمون رو نگاه میکنیم، از روی تاریخمون داریم حرف میزنیم. ایرانیا تو تاریخ نشون دادن هر لحظه و هر وقت که جمع شدن، متحد شدن، عوض کردن شرایطو. باز ما هم میتونیم، بالاخره ما هم میتونیم یک نسلی باشیم برای آیندگان که از ما هم از یک تو تاریخ اسم ببرن، همونجوری که از ساسانیان و اشکانیان و نمیدونم خراسانیان و نمیدونم حسن صباح یارانش و نمیدونم بیا ستارخان و باقرخان و سردار اسد و بیا زرجا شاه و بیا تا آخریش حرف میزنن. میتونیم ما هم کاری کنیم نسل‌های آینده از ما نیک یاد کنن، نسل‌های آینده بگن پدران ما بی عرضه نبودن. ببخشید من خودمو دارم میگم، واقعا میگم این نکبت آخوندی باید از ایران بره. من واقعا میگم اصلا من تا 26-27 سالگی چون بعضی عقاید رو داشتم، خب بالاخره میگفتم اینا حرومزاده هم ولش کن، بالاخره دیگه اینا اینجوریان. بعد فکر کردم دیدم آقا اینا اینجوریان یعنی چی؟ خب اینا از یه جای آب میخورن دیگه، اینا اینجوریان یعنی چی؟ خب بیا فکر کن دیگه، خود سوال بپرس یعنی چی اینا اینجوریان؟ تو از فلانی مثلا بدت میاد بعد میگی فلانی اینجوریه، مثلا دیگه ولش کن، مغازش که برم فلان، آقا فلانی اینجوریه مگه تو مغازش اون نیست؟ آقا فلانی اینجوریه مگه تو فکرش کس دیگه ایه؟ ظاهرش بد باشه بگی فکرش خوبه، فلانی اونجوریه از فکر در میاد دیگه. از اینجا هر چی در میاد
بیرون عملیش میکنه. یعنی اینا 42 سال ما رو تو یه قفسی کردن که 1400 سال قدمت داره، نه اینکه 42 سال قدمت داره. این 42 سال به رو شد، یعنی علنی شد، کاملا واضح و وضوح دنیا دید که هیچ، ایرانی‌ها هم دیدن که دیگه این آش دیگه گندش در اومد، دیگه این خوردنی نیست، دیگه نه ما گول میخوریم نه دیگه دوباره از این آش میخوایم بخوریم. الان شما وضعیت ایران نگاه کنی بعد 42 سال پیش هم نگاه کنی، میگفتن که البته حرف اینا که میگفتن فساد فلان، فساد چیزیه که اینا تو مغزشون یه نکته گفتی سمت بذارش اشاره کنم. آره سمت جان یه نکته خوبی گفتی بذارش اشاره کنم. اینها آمار رسمی خودشونو جدیدن اومده دید 50 میلیارد تومان توی زمان ساخت فیلم شاه. اوکی من یه کامنتی خوندم، یه پیامی خوندم. توی زمان ساخت فیلم زمان شاه 50 میلیارد تومان توی اون زمان، یعنی به پول امروز 7-8 سال پیش بود دیگه، تو پول امروز 300-400 میلیارد تومان پوله. 300-400 میلیارد رو بذاریم کنار، 50 میلیارد هزینه کردن یه فیلم رو بسازن بگن شاه فاسد بود و بریز و به پاش زیاد داشت و خرج زیاد داشت. شما حسابشو بکن، یعنی 50 میلیارد هزینه بکنین که بیای به مردم اثبات بکنین شاه پولاشون رو مثلا این برابر میگه. خب این 50 میلیارد رو شما میتونستی خرج خود مردم بکنی، شما که دارین فساد بیشتره. یه چیزی در مورد شاه فقید بگم، دنیا، نه اینکه این آخوندا پشه‌ای بیش نیستن، دنیا هم جمع بشه بخواد شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی رو خراب کنه نخواهد تونست. میدونی چرا؟ چون تاریخ داره از اون به خوبی یاد میکنه. چون تاریخ داره نشون میده که این تاریخ دروغ نمیگه. تاریخ ممکنه تحریف بکنه، ممکنه تألیف بکنه، ولی دروغ نمیگه. تو تاریخ بگردی تاریخ واقعیت ها رو همیشه به ما گفت. دقیقاً ما نمیگیم مثلا به قول اون آخوندا قدیس و قدوس سازی نمی کنیم نه، ولی ما اینو میگیم انسان ها همشون میتونن اشتباه داشته باشن، هیچ انسان کاملی وجود نداره. به قول این آلمانیا میگن نیومان دیس پرفکت، یعنی هیچ کی کامل نیست، یعنی واقعا هم کامل نیست هیچ کی. ولی خب اگه حساب کنیم، من به شخصه در عصر تاریخی که خودم میتونم در موردش حرف بزنم، نه گذشته حرف نمیزنم چون تو گذشته نمیتونم تو تاریخ قضاوت کنم، چیزایی که خودمون دیدیم نزدیک به زندگی ماست. من وطن پرست‌ترین شخص تاریخ معاصر ایرانو تو این 40 سالی که ما زندگی کردم روی این خاک محمد رضا شاه پهلوی رو میدونم. بدون شک باید موافقم. نه دیدمش، نه لمسش کردم، نه حسش، نه شنیدمش، ولی فیلماشو دیدم و کتاب خوندم و از این ور اون ور و از این کشوری که توش دارم زندگی میکنم از روزی که رسیدم اینجا تونستم بعد زبون یاد بگیرم رفتم تو خط سیاست و حرف زدن و سوال پرسیدن از اینا یک اخلاقی دارن، در مورد یه چیزی حرف نمیزنن آقا فراد، یا حرف بزنن دقیق اون چیزی که هست رو میگن. 1000 بار سوال بپرس میگه من نمیدونم، میدونه ها میگه من نمیدونم چون نمیخواد جواب بده. 1000 اگه بخواد جواب بده میگه جواب درست اینه، من اینو میدونم، کتاب اینجا، اینو باز کن، فلان جا رو بخون، اینه من از اینجا بهت جوابشو دادم. منظورم اینه که اگه این آدم بد بود این همه آدم تو دنیا در موردش خوب حرف نمیزدن، میگفتن ایشون بد بود. ایشون بد نبود، ایشون وطن پرست بود، ایشون به آینده من و شما فکر میکرد. ولی این آخوندا به دست، حالا باز باید بعضی اسما رو آورد، حالا به دست انگلیس و روسا و فرانسویا و بالاخره آمریکا، یعنی الیت جهانی، این یه واقعیت، یه الیت جهانی پشت این قضیه بود. اون طرح فورچ یا اموگرای اسلامی رو دنبال می‌کردن که اومدن آریا مهر رو برداشتن. توی اون جلسه گوادلو تصمیم گرفته شد که آریا مهر از سر را بردارن، چون ناسیونالیستان کسانی بودن که جلوی این طرح می‌ایستادن و آریا مهر داشت با دست خود. به آریا مهر ترامپ زمانه خودش بود. فقط فرق ترامپ و آریا مهر اینه
که آریامهر متاسفانه از حمایت مردمش برخوردار نبود و فکر میکرد که هست، رو مردمش خیلی حساب باز کرده بود و ما میبینیم توی 57 4 روز قبل از روز ننگین سرنگونی یا انقلابی که اینا ازش اسم میبرن، طرفداران آریامهر اومدن بیرون و شلوغ کردن، کاری که دولت بختیار به اینها اجازه نمیداد. با اینکه معنی مقررات بود طرفدار آریامهر اومدن، ولی دیگه دیر شده، باید از پی پشت این مرد رو خالی نمی‌کردن. صمد جان بسیار لذت بردم با شما، تا صبح میشه ادامه داد، انقدر لذت بخش و انقدر اون شور و هیجان ایران پرستی تو کلام شما، تو گفتار شما، تو بیان شما هستش که آدم تا صبح هم با شما عزیزان صحبت بکنه. واقعا بدون اغراب میگم خسته نمیشه. بعد چون دوستای دیگرم بیارم بالا که این پارت بتونیم جمعش بکنیم. اگه صحبت پایانی داری صمد خان، اولا که خیلی خیلی سپاسگزارم که قابل دونستی برای لایو خودت تشریف آوردی و این لایو رو روشن کردی. اگه صحبت پایانی هست لطفاً بفرمایید، اگه نه که بریم دوستای دیگرم بیاریم بالا و از خدمتتون مرخص شیم. اولا تشکر میکنم از شما و دوستانی که تو لایو بودن و محبتایی که به بنده حقیقی داشتم. بنده اگه بتونم سرباز ایران هستم و هر کاریم میکنم و خواهم کرد، وظیفمه. یعنی برای خودم وظیفه میدونم به عنوان یک ایرانی هر کاری بتونم برای کشورم، برای وطنم انجام بدم. بعد همین که من اگه از اسم بعضی چیزا اسم یا بعضی اشخاص رو کشور اسم نمیبرم، چون واقعا یا در مورد یه چیزایی که حرف میزنی باید قشنگ توضیح بدی، باید نه درست کار درست انجام بدی. به خاطر همین چون من فعلا معلومات و اطلاعاتم به اون حدی نیست که بتونم تمامی توضیحات کامل از اصلا هدف از گذاشتن این لایف ها اینه که فرهاد بی‌ثبات بیاد تو این لایف ها اینجا بشینه، صحبت‌های شما عزیزان رو گوش بکنه، آموزش ببینه. اینجا کسی به کسی نیومده آموزش بده صمد جان، اومدیم همه با هم آموزش ببینیم و بتونیم انتقالش بدیم به اجتماعمون. شما من رو آگاه میکنی، من اون یکی آگاه میکنم، هممون داریم همدیگه رو میاریم بالا و سطح اجتماعیمون رو بیاریم بالا که بتونیم تصمیمات درستری بگیریم. فقط میتونم آخرین حرف اینو بگم. درخت ضعیف شده چیکار میکنم نمیدونم، من باغبون نیستم، قول برم راجع به درخت نمیدونم چی بگم. من فقط میتونم اینو بگم، آخرین حرفم اینه، ما هم میتونیم مثل اجدادمون 100% که اولش اسمهاشون رو بردم، ما هم میتونیم اصلا بی سواد، من کشاورزم، من اصلا چوپانم، من هم میتونم برای کشورم بلند شم، من هم میتونم برای آزادی کشورم فریاد بزنم. من سیاستمدار باشم، تحصیل کرده باشم یا هر چیز دیگه ای، ما باید اینو یاد بگیریم. حتی من چوپان، من به خودم دارم میگم، من چوپان هم باید بلندشم فریاد آزادی برای کشورم بدم. چون اونایی که تو تاریخ تو ایران بلند شدن، از گفتم مازیار و کاوه آهنگر بگی تا بیا برس به ستارخان و باقرخان و سردار اسد و رضا شاه کبیر، همشون اکثرا سواد سیاسی آنچنانی نداشتن، ولی اومدن صدای ایران شدن، صدای ملت ایران شدن و دست ملت ایران رو گرفتن، همصدا به پشتوانه ملت ایران، ایران رو دوباره آزاد کردن، ساختن. و ما الان ایرانمون رو مدیون همون آدم ها هستیم، نه مدیون این آخوندا. این آخوندا 42 سال ایران ما رو خراب کردن، ویران کردن. ما باید اینها رو بیرون کنیم. فدای شما بشم عزیز دلمی، یک دنیا سپاس از وقتی که گذاشتی. خیلی خوشحال شدم صمد جان. با امید آزادی ایران و جشن آزادی در کنار هم دیگه. پاینده و مانا باشید. جاوید شاه. درود بر شما. خب تو واتساپ ازم میپرسی، حتما در خدمتم. فقط نمیدونم شما واتساپ منو دارید مگه؟ فراد خان، اگه با هم تفاهم نداشته باشیم پیروزیم، تفرقه نداشته باشیم. کاملا با فرمایشتون موافقم. درود بر شما دوست عزیز گرامی. درود بر شما.
قربان من صدای شما رو ندارم، اگر شما صدای من رو دارید. متاسفم، من صدای شما رو ندارم. یه بار از لایو لطفاً برید بالا، از عکس پروفایل من فرهاد رو درخواست بدم این دوستمون از عکس پروفایل تو فکر کردم فهمیدی کی هستم. نه باور کن متوجه نشدم، من پوزش میخوام از شما هم بدم. درود به شما فرهاد عزیز و دوست داشتنی. فردت بشم فراد جان، ممنون از لایوت، موضوع خیلی خوبی بود. البته سلام رو عرض کنم خدمت بقیه دوستان که در لایو هستن. بحث فدرال بحثی حقیقتش خودت هم بهتر میدونی یه بحث خیلی پیچیده و طولانیه. احسن، یعنی دقیقا. ما اگه بخوایم مثلا این فدرال رو بیایم تجزیه کنیم، باور کنید توی 10 ساعت 20 ساعت هم شاید قسمتی از احسن، اون دقیقا. تو نیم ما الان داشته 3 باشیم. ساعته داریم حرف میزنیم، خیلی تونسته باشیم یه بخش خیلی کوچیکیشو تونسته باشیم، یعنی کوچیک عمومی بازش کردیم، نتونستیم ریز بهش بپردازیم. در درست فرد. دقیقا همینطور. البته بحث فکر کنم از فدرال خارج شد. من بحث فدرال رو ادامه بدم یا بحث هر دیگه ای کدوم هستی؟ راحتی، هر کدوم که خواهش می‌کنم. راحتی سلام چون می‌دونی که حالا ادامه بده موضوع فرهاد. باز راجع به فدرال بوده، بذاریم پس یه نکته و من اشاره راجع به فدرال بکنم، از ریشه یابی کنیم، اصلا ببینیم فدرال چی هست. خب فدرال بله در کل واژه بدی نیست. خب بله درست. فدرال به معنی اتحاده، به معنی یه قرارداده، به معنی توافق، به معنی پیمانه. همکاری خب گروه واحدهای هم گوناگون برای یه واحد قدرت بزرگتر، رسیدن به یه قدرت بزرگتر و مرکزی‌تر. دقیقا درست مختص، می‌فرمایید. حتی مختص کشور، یک کشور نیست. فدراسیون ورزشی داریم ما. خب این یک بله برای اینکه یه اتحاد یک نتیجه مثبتی بگیرن و قدرت بیشتری داشته باشن و بتونن مثلا مثلا همکاری بیشتری داشته باشن. اما ما بحث ما فعلا اینجا دیگه بر اساس همون فدرال کشور هستش که باز کشور هم میتونه چند کشور با هم حالت فدرال رو داشته باشن. بله مثلا الان همین اون دوستانی که اگه از کانادا اطلاع داشته باشن، کانادا خودش به سوای این که یه کشور فدرال هست، خودش اومد پایه‌گذار یک فدرال چند کشوری شد. خب مثلا الان کانادا با هند، نیجریه و چند کشور دیگه یه اتحادی فدرالی هم با هم دارن. خب ما اصلا میایم مثلا خارج میشیم، وارد بحث فدرال کشوری و کشور خودمون آخه میشیم. همون خب کانادا هم که مثال زدیم فراد عزیز، بانو پانتا خودشون از کانادا هستن، همون کانادا هم که مثال زدیم امروز قسمت فرانسوی نشین، قسمت گویش فرانسوی، امروز همونها هم خطر تجزیه داره تهدیدشون میکنه این و در صدد این هستن که تجزیه بکنن خودشون رو. یعنی سیستم فدرالی زیر ساخت تجزیه رو به نظر من تجزیه آماده رو میکنه، حتی تو آماده کشورهای کرده. دیگه. بله دقیقاً. من درود منظورم از گذاشتم، درود عزیزم. کانادا رو که من مثال زدم، ببینید کانادا از ترس تجزیه اومد مسئله فدرال رو پیش کشید. خب که بله مشکل، البته مشکلاتی هم بعداً واسش پیش اومد و که بانو پانتا که بالاخره کانادا هستن بهتر اطلاع دارن راجع به این قضیه. بعد عرضم به حضور شما دو نوع کشور اصلا فدرال توشون معنا نداره. خب من برای ایران فدرال رو یک سم میبینم. خب کشوری مثل ایران دو خصوصیتی داره که هر کدوم از این خصوصیت ها رو یک کشوری داشته باشه نیازی به فدرال نیست، یعنی فدرال براش مشکل سازه. کشور ایران یک تمدن بزرگی داره، تمدن قدیمی داره. خب یک کشوری که دارای تمدن اصیل و قدیمی باشه، خب معنی فدرال اصلا تعریفی براش نداره.
خب این یک کشور یک پارچه است، خب با اقوام، قومیت ها، نژاد ها که اینها سالیان سال با هم زندگی میکردن و زندگی میکنن و مشکلی ندارن. یک خصوصیت میونه کلام دیگه پرانتز باز بکنم، ارسلان جمله قشنگی نوشت، خالی از لطف نیستش بخونم جمله‌شو. فدرال زمانی میتونه تو ایران اجرا بشه که ایران آزاد و آباد باشه و کشورهای جدا شده بخوان به ایران بازگردن، مثل آذربایجان، افغانستان، بحرین، بخشایی از پاکستان، بخشایی از ترکیه، آرارات. اینها من خودم به صحبت ارسلان اضافه کردم چون ما خیلی بخشای زیادی از دست دادیم. اگه یه حاکمیت قدرتمند، یه حاکمیتی باشه که تمام قومیت ها رو در نظر بگیره و مساوات رو بین قومیت ها برقرار بکنه، مشکل کمتر مشکل هست، ولی یعنی نیازی به فدرال باز نیست، ولی خب مشکل کمتره. یه حکومتی که حکومت مردمی باشه. خصوصیت دومی که ایران نیاز به فدرال نداره، ایران یک کشوری از نظر منابع و معادن و قدرت مادی یک کشور بزرگیه. خب ایران سرمایه و درآمدی که داره اگر درست تقسیم بشه بین قومیت ها، سیستان و بلوچستان، کردها، ترکها، اینا درست تقسیم بشه، خب نه کردها میان فدرال میخوان نه جای دیگه. اینا به علت اینکه فدرال خواستن چیه؟ به خاطر اینکه رسیدگی بهشون نشد، گفتن ما احسن میشه روی بخشای دموکراتیک و مدنی این موضوع کار کرد به جای فدرالیسم که توی کشورمون متاسفانه امروز منجر به تجزیه میشه. بیایم بخشای نهادینه‌های مدنی رو تقویت بکنیم، نهادهای دموکرات رو تقویت بکنیم که توی پارلمان بتونن از حق قومیت‌ها دفاع بکنن به جای فدرالیسم کردن. پس بنابراین میرسیم به این قضیه که ضعف یک حکومت باعث میشه که این واژه فدرال مطرح بشه. ما فدرال رو ببینیم، ما دو رنگ سیاه و سفید نبینیم. خب فدرال در بعضی از کشورها خیلی خوب جواب میده، در بعضی از کشورها مثل یک سم میمونه. خب و ضمناً فدرال قواعد و اصولی داره که بخوایم مثلا بنویسیم 100 تا اصول و قاعده هست که مخصوصا فرهاد جان مثل کشورهایی که شما مثال زدید پیشینه تاریخی و یکپارچگی دارن، مثالشو بانو پانتاها زد، وحید هم اشاره کرده، منم بهش اشاره میکنم، مثل هندوستان وقتی اومد فدرالیش کرد تنها کشوری بود که ریشه تاریخی داشت و یکپارچه بود فدرالی کرد. دو بخش اساسی ازش سوا شد، کشمیر ازش سوا شد، بخش دیگه سوا شد. خب این یعنی آماده شد، مقدمه شد برای تجزیه. پس اینه که امروز جامعه ایرانی رو میترسونه برای فدرال شدن. دقیقاً همینطوره. ببینیم فرج جان، مثلا کشوری مثل امریکا، خب که الان که به صورت سیستم فدرال اجرا میشه، این پایه‌گذاری حکومتشون از ابتدا فدرال بود. خب یعنی چون پخش بودن و اینا رو تجمیع کرد فدرال بهشون کمک کرد. خب یه کشوری بودن که پخش بودن، جنگ‌های داخلی زیاد داشتن و این مسئله فدرال به این کشور کمک کرد که یک کشور یک پارچه‌ای یا بتونن داشته باشن با یه حکومت چیز. البته فدرالیستای امریکایی طالب این بودن که قدرت در مرکز متمرکز نشه، قدرت پخش باشه، یعنی در کل کشور پخش باشه، که ارتش ایالات متحده مخالفت کرد با این قضیه که گفت اگر این قدرت بخواد بین ایالت‌ها تقسیم بشه باز مسئله تجزیه احتمال داره پیش بیاد. خب خودمختاری ها و این مسائل ممکنه پیش بیاد. همونطور که امروز می‌بینیم یه سری ایالتاشون همین دغدغه رو دارن. دقیقاً همینطوره. البته میگم یه حکومتی که فکر تمام اقوام و بتونه منافع تمام اقوام رو تضمین بکنه
مثلا الان ارزم به حضور شما تگزاس رو بکشیش راضی نیست تجزیه بشه. خب میگه چه نیازی به تجزیه دارم، تمام چیزهایی که من میخوام حکومت مرکزی در اختیار من گذاشته در زیر پرچمی که در دنیا دارم افتخار میکنم که پرچمی هست، پرچم امریکا هست اینا. و ارزم به حضور شما فدرال اگه بخوایم از یه بعد دیگه اینا کنیم، فدرال ملی داریم و فدرال قومی داریم. خب فدرال مثلا در امریکا سیستم فدرال ملی پیاده میشه بر مبنای سوق‌الجیشی و بر مبنای موقعیت جغرافیایی. خب یعنی در امریکا بخشی که مثلا به عنوان یک ایالت داره مثلا مطرح میشه، این از نظر سوق‌الجیشی و جغرافیایی شامل منابع و معادنی هستش که خواسته بین این اقوام به صورت مساوی و برابری بین این اقوام رو ایجاد بکنه. و عرضم به حضور شما یک نوع که این سیستم امریکاییه. خب سیستم قومی مثل سیستمایی که مثلا همین عراقی که الان مثلا کشور فدرالی شده روی مبنای سیستم قومی و ایدئولوژی و نژادی اومده مثلا این سیستم فدرال پیدا کرده از ترس تجزیه. یعنی این فدرال رو ایجاد کردن که تجزیه رخ نده، اتفاقی به قول معروف جدایی طلب ها اینا نیان بخوان که مثلا بگن میخوام با بخشمون رو ما جدا کنیم و یه کلی من گفتم راجع به این قضیه. بس این فدرال رو هم میشه به قول معروف در بعضی کشورها یک پوان مثبت در نظر گرفت، در بعضی از کشورهایی مثل ایران که با اون دو دلیلی که گفتم برای ایران یک سم به حساب میاد. خب فدرال از هر قومی نژادی و از هر شد کنه و فراد خان صداتون خیلی بد شد. فراد عزیز صداتون متاسفانه نیستش. فراد خان الان صحبت کن. متاسفانه صداتون خیلی قطع و وصل میشه. من فکر کنم برای منه ولی دوستانم می‌نویسن که صداتون خیلی قطع و وصل میشه. فراد خان میخوای یه بار برید پایین دوباره بیاید عزیز؟ من فراد خان چون خیلی لود میشدین فرستادمتون پایین، یه بار دیگه دوباره تشریف بیارید. چه عجب ما شما رو دیدیم آقا. اگه با منید که من همیشه هستم در خدمت شما. خدمتگزاری آمادم. دوستان لایو کوتاه مونده، اگر کسان دیگه میخوان بیان بالا صحبتی دارن، کسی مونده که حرفی بزنه لایو رو ادامه بدیم یه نصف پارت دیگه بدیم. اگر نه من فراد خان رو بیارم که صحبتاشون رو جمع‌بندی بکنم و از خدمت شما مرخص بشیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. من به شخصه کلی چیز یاد گرفتم. من به شخصه خیلی اندوخته هام بیشتر میشه وقتی به گفتمان میشینم با هموطنان عزیزم. اندوخته های خودم رو به نظرم زیاد میکنم. امیدوارم برای شما هم همینجوری باشه و امیدوارم که مختص به لایو نباشه، انتشار بدید، نشر بدید. صحبت های دوستان و عزیزانی که اومدن سخن گفتن به ما درس یاد دادن. این گفتمانی که بین همدیگه به وجود میاریم همدیگر رو آموزش میدیم، همدیگر رو
اون شور اجتماعیمون رو میاریم بالا و هممون آماده میشیم، حتما برای کاچش هممون آماده میشیم برای اینکه بتونیم انتخابای درستری رو داشته باشیم، تصمیمات درستری رو داشته باشیم. نوع نظام دوستان گرامی، نوع نظام اصلا مهم نیست، ماهیت نظام مهمه. ماهیت نظام ما مردم هستیم، ما هستیم که درود اکبر جان. اکبر کجایی؟ من 2 ساعت 1 ساعت دارم دنبالت بیگردم. 60 لایو رو برات فرستادم. اکبر خودت آماده کن، اول پارت بعدی 6 دقیقه دیگه از شما رو بیارم بالا. حالا یا با پیج سیمای براندازان بیا یا با پیج خودت بیا، فرقی نمیکنه. درودی دوباره فرات خان، ادامه بده فرمایشت تا الان صداتون. درود. خواهش میکنم. والا دیگه فکر کنم صحبت هم دیگه تموم شد. فقط من خواستم بگم که روی واژه فدرال به چشم این که مثلا یک چیز واقعا سیاهه یا واقعا سفیده نباید نگاه کرد. این با مسئله تجزیه فرق میکنه. ولی در کشوری مثل من برای ایران فدرال مثل یک سم میمونه. صحبتی دیگه ای ندارم. فراد جان ممنونم که دعوتم کردی و گفتم که به قول معروف چیزهایی رو بگم و عقیدم رو بگم در مورد فدرال. در کل حرفی نیست. عزیز دلمی، هدف اینه فراد خان، هدف توی سیمای براندازان و این برنامه تریبون آزاد که قراره اونجا اجرا بشه، هدف اینه که ما بیایم آشنا بکنیم مردم قشر خاکستری مثل فرهاد که دانششون یکم کمتر هست. من فرهاد خودم رو مثال میزنم، شما که استاد نه خواهش دانششون میکنم. کمتر هست، بتونیم توی گفتمان دانشمون رو بیشتر بکنیم، اون سطح شعور اجتماعی و سیاسیمون رو بالاتر ببریم که هم امروز تصمیمات درست‌تر بگیریم، هم در آینده ایران برای انتخاب نوع حاکمیت آینده ایران آدم‌های آگاه‌تری باشیم و بتونیم تصمیمات درست‌تری رو بگیریم. اشتباه ننگین تاریخ سرزمینمون 57 رو تکرار نشه، چون متاسفانه 57 یا از یک حربه خوب استفاده کردن. این بودش که از ناآگاهی و نبود جامعه سیاسی نهایت بهره و استفاده رو بردن. تو فصل 16 از کتاب پاسخ به تاریخ، آریامهر عزیز صراحتاً خودشون به این موضوع اشاره میکنن، روحشون شاد، نامشون جاودان، صراحتاً به این موضوع اشاره میکنن که نبود بسترهای زیرساختی سیاسی ضعف اجتماعی ما بود. آریامهر تمام تمرکزش رو گذاشته بود روی بعد اقتصادی و پیشرفت زیربنایی اقتصادی کشور و متاسفانه از بعد تربیت اجتماعی و سیاسی غافل شده بود که خودشون به تواضع توی فصل 16 پاسخ به تاریخ کتاب خودشون میفرمان که اینجا اشتباه من بوده و من این اشتباه رو میپذیرم. یعنی دوستی که این پایین داره کامنت می‌نویسه، من کامنت های شما رو دیدم، برای جواب شما گفتم بله درست میفرمایید این ضعف بوده و خود آریامهر هم این رو قبول داشته. تمام دوره ها، تمام ادوار ضعف های مختلفی رو داشتن، نقاط قوتی رو داشتن، ولی مسئله اینجاست که اگه آریامهر سر این کشور مونده بود، پله های ترقی رو این کشور داشت طی می‌کرد. یعنی از بعد اقتصادی که ما میرفتیم جلو، بعد فرهنگی هم میومد بالا، ولی متاسفانه خب اون عوام فریبی، اون ابزار دین، اون خمینی رو توی ماه دیدن، آیت الله بیبیسی تایید کردن، ابزارها و اون الیت جهانی و اون پروژه فورچی که پی این قضیه بود که این دگرگونی رو تو کشور ما به وجود بیاره، دست به دست داد اوبو. حالا امروز گذشته اسمش روشه، گذشته در گذشته. ما امروز از اون گذشته باید تجربه کسب کنیم و سطح سیاسی و شعور اجتماعی خودمون رو بالا بیاریم که بتونیم در آینده و راه آزادی وطنمون تاثیر خیلی بهتری رو داشته باشیم، تاثیر درستی رو بذاریم، نه به غلط برای آیندگان تصمیم غلط بگیریم، کاری که نسل 57 متاسفانه با نسل من و چند دهه از نسل این سرزمین کرد. فراد خان خیلی دوست دارم عزیزمی، سپاس از فداتون بشم. همیشگی. بریم پارت بعدی لایو معرفی سیمای براندازان با اکبر عزیز هستش. من اول اکبر عزیز میارم بالا، بعد دوستان دیگه ای که هنوز نتونستم بیارمشون بالا رو میارم سخنان
پایانی لایو بکنیم. یک دنیا سپاس از بدرود، مهرت فراد عزیز. ممنون از پاینده نامه لطفتون، باش. خواهش میکنم. ممنون که حرفمون به قول معروف بچه‌ها بودن و دیگه تحملمون کردن. شب خوبی عزیز داشته دلمی باشین. نفرمایید. خواهش عزیز میکنم، دلم قربان شما. پاینده نامه خدا. باشید. بدرود. خب دوستان یه 10 ثانیه اجازه بدید این لایو رو میبندیم. لایو بعدی رو ما میکنیم. معرفی تریبون سیمای آزادی هستش و این برنامه از این به بعد اینجا قرار اجرا بشه و الان اکبر عزیزم میاد بالا کاملا توضیح میدیم راجع به شرایط که چی هستش و چه هدفی رو